رودی سرخاب در ناحیه واسع. در دو ساحل آن دهه‌های واسع و تیمورملک جای گیرند. ساکنان دهه نورافشان ناحیه تیمورملک برای سفر به مرکز باید این رود را عبور کنند. اگر سطح آب بلند شود تا پایان آمدن آن ساکنان از دهه بیرون نمی‌روند. یگانه کاری که پای ساکنان را به تیمورملک می‌کشد این کاری حجت نگاری است. تا رسیدن به ناحیه واسع 18 کیلومتر راه است. اما تا تیمورملک باید 70 کیلومتر راه بروند. حالا ساکنان این دهه از مقامات طلب دارند تا به دهه آنها توجه کنند. چند آدم بردگی قپیدگی این زنکوره گودکوی مایداره خیلی آدموی کلان میگذارن یا اسب قطعی چند آدم سونجا گم کرده چند آدم پروداکتش گم کرده در این سرخوب وضعیت هم تر قین تا دیگه. راه تنها مشکلی دهه نورافشان نیست. تلفن موبیلی و اینترنت در این دهه خوب کار نمی‌کند. ساکنانش ده‌ها مرتبه به شرکت مگافون برای نصب موج پراکنی مراجعت کرده اند. اما تاکنون پاسخی نیست. برای صحبت تلفنی با نزدیکان دورشان باید تپه ها یا کوه برایند. همون اینترنت هست که کم یک 10 دقیقه یا 15 دقیقه که همون پدر و مادرشون اهل عائلهشون خواهر اکاشون قطعی صحبت کنن. در اصل نه بلکه اینترنت در جمعی کمپانی مگافون خودشون درست کار نمیکنن در اینجا. در هر خانه ساکنی دهه نورافشان کمی کم 2 خر و 1 اسب است. این پسر با 2 خر از دریای سرخاب آب می آورد. وظیفه روزانه یک نفر در این دهه فقط آب کشی است. ساکنان دهه نورافشان میگویند برای سیراب کردن دهات یک راه وجود دارد. با قبرها از دریای سرخاب تا دهه آب کشانیده شود. اگر دریا بازتر بیا ایسی بگرده ما دیگه ای همونجا ای دسمون کنده ای زمین پومون کندگیم. برای همون اگه مودا مسئله میز راه یکمش دیمش او یک روز ده 3 بار 4 بار هر خطی او اینم دایره او میکشیم. ولی در دهه نورافشان لیمیتی برق وجود ندارد. اما ترسی ساکنان از سیمچوب‌های پوسیده قوه برق است. ساکنان اعتراف کردند که در یک شمال سخت چندین سیمچوب شکسته است. حالا این سیمچوب‌ها را خود ساکنان پیوند و سیم پیچ کرده اند. خاکش شکسته چپاش دیگه اصلا چه شمال شما میغلطن. یا خطون دیده استودن که چخلیه. همون شمال سخت شما میغلطن. سیم اگه سیمچوبا هم شکستنش ممکنه سیماش وجه نمیخپن چیوش میغلطه سیم گاهی وقتی میشه میغلطه. یگانه مغازه در دهه نورافشان. بیشتری ساکنان خریدشان را در واسع انجام می‌دهند. دهه نورافشان را سال 1950 تأسیس داده اند. اکثری ساکنانش ازبک تبارند و در گذشته به نگاه بینی چاروا مشغول بودند. حالا این دهه سال از سال بزرگ می شود. ساختمان خانه ها در این دهات کوهی در اوج است. 1 سال پیش هم رئیس ناحیه به این دهه سفر کرده است. او به ساکنان وعده داده است که به مشکلشان رسیدگی خواهد شد. ساکنان میگویند که تاکنون از این وعده هیچ اقدامی صورت نگرفته است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه نورافشان ناحیه تیمورملک.